بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول، درس دوم از کتاب تعلیم الاسلام تألیف حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوی، ترجمه سعید محمد شهنوازی، بر اساس منابع اهل سنت و بر طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. فصل. باب اول. ایمان. سوال: تو کیستی؟ یعنی از لحاظ دینی تو کیستی؟ جواب: من مسلمانم. سوال: نام دین مسلمان چیست؟ یا دین شما چی نام دارد؟ جواب: اسلام نام دارد. این الدین عند الله الاسلام. هر آینه دین در نزد الله دین اسلام است. سوره آل عمران آیه 19. سوال: اسلام چه چیزی را نشان می دهد یا به کدام دین اسلام گفته می شود؟ جواب: اسلام این را نشان می دهد که خداوند یکتاست، تنها او لایق بندگی است و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده خدا و پیامبر اوست و قرآن مجید کتاب خداوند است. اسلام دین راست و استوار است. اسلام تمام خوبی های دنیا و آخرت را نشان می دهد. چنانه که در تعریف آمده است: فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. شرح العقیدة الطحاویه. اسلام تسلیم شدن بر خداوند، به یگانگی خداوند و سر فرود آوردن به اطاعت خداوند و بیزاری جستن از شرک و اهل شرک. سوال: کلمه اسلام چیست؟ جواب: کلمه اسلام این است: لا اله الا الله محمد رسول الله. ترجمه یعنی هیچ معبودی که لایق پرستش باشد بجز از الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اوست. این کلمه را کلمه طیبه و کلمه توحید نیز میگویند. سوال: کلمه شهادت کدام است؟ جواب: کلمه شهادت این است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. ترجمهش این است که گواهی می دهم که بغیر از الله جل جلاله معبود دیگری نیست و گواهی می دهم که همانا محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست. سوال: پایه اسلام بر چند چیز استوار است؟ جواب: اسلام بر 5 پایه استوار است. سوال: آن 5 چیز که اسلام بر آنها استوار است کدامند؟ جواب: آن 5 چیز عبارتند از: اول، کلمه طیبه یا کلمه شهادت که مطلب آن را با یقین دل پذیرفتن و با زبان اقرار کردن. دوم، نماز خواندن بر پای داشتن 5 وقت نماز. سوم، زکات مال دادن. چهارم، ماه مبارک رمضان را روزه گرفتن. پنجم، حج کردن. سوال: کلمه طیبه کدام است و معنایش چیست؟ جواب: کلمه طیبه این است که لا اله الا الله محمد رسول الله. معنایش چنین است: بجز از خداوند معبود دیگری که قابل پرستش باشد نیست و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بنده و فرستاده و رسول اوست. سوال: کلمه شهادت کدام است و معنایش چیست؟ جواب: کلمه شهادت این است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. معنایش چنین است: گواهی می دهم بر اینکه بجز خداوند معبود دیگری که لایق پرستش باشد نیست و گواهی می دهم که همانا محمد صلی الله علیه وسلم بنده خدا و پیامبر اوست. سوال: آیا شخص تنها با خواندن کلمه با زبان
بدون اینکه معنا و مفهومش را بفهمد مسلمان می شود؟ جواب: نه، بلکه فهمیدن معنا و پذیرفتن از ته دل و اقرار کردن با زبان نیز لازم است. سوال: پذیرفتن از ته دل و اقرار با زبان را چی میگویند؟ جواب: ایمان آوردن میگویند. سوال: انسان گنگ که نمیتواند با زبان اقرار کند، ایمان آوردنش چگونه مشخص می شود؟ جواب: گنگ چون از جانب خداوند معذور است، یعنی عذر دارد، لذا همین اندازه کافی است که او اشاره کند که خداوند یکی است و محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر اوست. سوال: ایمان مجمل کدام است؟ جواب: ایمان مجمل این است که آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و قبلت جمیع احکامه. ترجمهش این است: ایمان آوردم به الله جل جلاله همان طور که موسوم به نامها و صفاتش است و تمام احکام و دستورهایش را قبول کردم. سوال: ایمان مفصل کدام است؟ جواب: ایمان مفصل این است: هو الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و البعث بعد الموت و الایمان بالقدر خیره و شره. ترجمه: ایمان داشتن به الله جل جلاله و فرشتگان، کتابها و پیامبرانش و بر زندگی بعد از مرگ و بر تقدیر خیر و شر. سوال: برای یک مسلمان ایمان آوردن به چند چیز لازم است؟ جواب: بر 7 چیز که بیان آنها در ایمان مفصل است. الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و البعث بعد الموت و الایمان بالقدر خیره و شره. معنایش چنین است: ایمان آوردن بر خداوند و بر فرشتگان و بر پیامبرانش و بر زنده شدن بعد از مردن و بر آن کارهای خوب و بدی که در دنیا واقع می شوند همگی از تقدیر می شوند.